وارد کنند. با همین ترتیب از مرکز میدان وخوری منتخب‌های تا 23 ساله نپال و سوریه آغاز گردید. بازی دور دومی کمیسری رقابت باشد استیون پاول وینسور از کشور مالایزیا است. در وز مسافه دور و این وضعیت رو منتخب تو 23 ساله سوریه باعث فاوریت برای به دست آوردن غلبه دانسته می شود و به همین خاطر از لحظه های نخست سوریگی ها جانب دروازه رقیب هجوم های خطرناک را براه مانده ایستادند. امکانیت نوبتی فرصتی به نهایت خوب از حسابی با وجود آوردن وضعیت های خطرناک گلزنی دست پرورانی مهید بحری خیلی هم خوب بازی کرده ایستادند. وضعیت می توانیم که دیگر باره توجه کنیم. بازیگر شماره 7 دیگر باره فوتبال بازان سوریه با هجوم جوابی میگذارند. کاپیتان این تیم محمود الاسود هجوم را ادامه میدهد. پرتافت با داخل جریمه گو و قریب بود که در این حالت توپ وارد دروازه میگردید. ببینید که پرتافتی انجام داده محمود الاسود را دروازه‌بان نپال برگرداند، ولی در همین حالت دوام چند دقیقه آخر است که فوتبالبازان سوریه بیشتر هجوم میکنند. اما اکنون نپال میخواد که با هجوم جوابی گذارد. پرتافتی ایوش کلان کاپیتان نپال این هجوم را ادامه میدهد. کلی دفاعگران منتخب سوریه با موقعهای خود برگشتند. ضربه از مسافه دور اجرا گردید ولی صدگذاری از جانب وضعیت به نهایت خوب و تیر دروازه منتخب سوریه را از گل اول نجات میدهد. ببینید که ضربه زده بازیگر نپال به نهایت سخت بود. توجه میکنیم بازیگر شماره 8 با قفس سینه اش ضربه زده حریف را توانست که برطرف نماید. در یک دیگر فوتبالبازان سوریه به نهایت خوب بازی میکنند. الاسود فرصت به نهایت خوب و حساب رقابت باز میشود. در دقیقه 26 روسنجی حملهگر مرکزی تیم ملی تا 23 ساله سوریه محمد المصطفی با زدن گل دست یافت و تیمش را در حساب با پیش برآورد. البته بازیگران سوریه تا با آخر تلاش نمودند و در نهایت موفق نیز گردیدند. نقش سروان منتخب سوریه محمود الاسود نیز در این گل به نهایت زیاد است. در همین حالت ببینید که در یوتای چند فوتبالبازی نپال توانست که به هم دستش پس درست و دقیق روان کنند. در رقابت امروزه شکل جگرشوی بازیگران سوریه 4-4-2 است. اینجا فرصت برای بازیگران نپال. ضربه چندان خوب اجرا کردن نتوانست دفاعگر این نست بیبک گورونگ. سوجان بلمپکی سومیت چرشتا امکانیت برای بازیگران نپال و کاپیتان این تیم از مسافه تقریبا 3 متر نتوانست که توپ را به دروازه وارد کند. ایوش گلان البته شما با پسی انجام داده نیم همتگری نپال توجه کنید که از میان چند بازیگر توپ را به هم دستش روان ارسال حسن دهن به داخل جریمه گاه ضربه هم اجرا گردید اما خطا می رود. اسم اولی بخوری منتخب های تو 23 ساله نپال و سوریه جنبست می گردد. بازیگران سوریه بیننده های عزیز تماشابینانی از نحمان فرصت های به عمل آمده بازیگران هر دو تیم کمتر استفاده بردند. اینجا هجوم بازیگران سوریه قریب بود که همتگر نپال اشتباهاً توپ را به دروازه اش وارد میکرد.
بازیگر شماره 2 بیبک گورونگ باز از میدان بیرون کرد. همات است. فوتبالبازان خط دفاع رقم 2 بیبک گورونگ، 5 شنکر تهارو، رقم 6 نینگ ماگیشینگ. اینجا امکانیت برای بازیگران نپال. ضربه هم اجرا گردید و فرصتی به نهایت خوب بود ولی ضربه زده کریتیش راتنا از پهلوی دروازه میدان رو ترک کرد. فوتبالبازان نپال امکان داشتند که در این حالت حساب رقابت رو برابر نمایند. پرتافتی محمود نایف، ضربه هم اجرا کرده شد ولی با فوتبالبازی شماره 20 یحیی مصطفی است. سرمربی منتخب تو 23 ساله نپال این محیب بحری می باشد. فرصت نوبتی برای بازیگران سوریه از دست رفت. این بعد سروانی منتخب سوریه محمود الاسود از ضربه را اجرا نمود. تلاشی الاسود داور مرکز از کشور ازبکستان حکمی دارد اکبر خوجا شکرالله. از کنارها با او هموطنش اسلام عزیزов و داور دیگر از شاهیگری اردن یک ضربه به نهایت سخت و معذرت 4-1. اینجا فوتبالبازی رقمی 18 سانتوش کاتری ضربه را اجرا کرده است. البته ضربه زده سانتوش به نهایت سخت بود، تا کنون موفق نشدند. اشتباه دفاعگری کناری نپال حسن الدهان، ضربه زده حسن نادرست است. فوتبالبازان نپال میخواهند که با هجوم ایجابی بروند. ضربه نوبتی از مسافه دور و گل. به نهایت گل زیبایی را حمله‌ور منتخبی تو 23 ساله نپال به هدف میرساند. بازیگر شماره 11 نیراجان دمی بیرون از جریمه‌گاه گل واقعا زیبایی را تسلیم توری دروازه سوریه کرد. گنج نزدیکی دروازه را نشان گرفت نیراجان و با ضربه تابناک خود موفق گردید که گل جوابی دستش را به هدف برساند. البته دروازه‌بان سوریگی ها تا به آخر تلاش کرد که این ضربه را برگرداند ولی از دستش کار نآمد. البته در هفته رقابت امروزه پرتافتی به نهایت بلند انس دهان این حالت رو کریتیش راتنا رفت کرده توانست. زود فوتبالبازان نپال به عکس الهجوم میگذارند. اینجا فوتبالبازی سوریه چندان خوب برآمد کردن نتوانست. حالتی نوبازی نیست. امکانیت برای فوتبالبازان نپال و حساب رقابت 2-1 می شود. بازیگر شماره 12 موفق به زدن گل گردید. سومیت شرسته نیم حمایتگر در یک وضعیت مناسب به زدن گل موفق گردید و در هفته رقابت امروزه بار اول بازیگران نپال را در حساب به پیش برآورد. بار دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. حالت نوبازی عموما نیست و از این امکانیت سومیت شرسته حالا هم خوب استفاده بود. یا به قبل دیگر توپ رو از بالای سر دروازه‌بان به گل تبدیل داد. فوتبالبازان سوریه امکانیت به نهایت خوب دارند که تا در رقابت امروزه حساب را برابر نمایند.
بازیگر شماره 7 حسن دهن و بازیگر رقم 10 محمود الاسود در نزد توپ هستند و ضربه زده الاسود و دورچه دفاعی برخورد. امکانیت نوبتی برای بازیگران سوریا و حساب رقابت برابر می شود. البته فوتبال بازان نپال در نزد دروازه خود به اشتباه راه دادند. خاصه دروازه‌بانی این تیم از موقع خود بیرون آمده بود. مؤلف گل جوابی از هیئت سوریا بازیگر شماره 4 علی آورینا می شود. در همین حالت دروازه‌بان از موقع خود بیرون آمد. در این میان بازیگران نپال همدیگر فهمی چندان خوب نداشتند. ببینید که یک و یک بار 3 فوتبال بازی سوریا امکان داشت که توپ را وارد دروازه کنند. خطر دیدیم حمایتگر علی آورینا حمایتگر مرکزی و زدن گل موفق گردیده بود. دیگر بار فوتبال بازان سوریا به خط حمله توجه میکنند. ضربه کاپیتان این تیم و سوریا در هفته رقابت امروزه باز هم در حساب پیشرفت می شود. سربان این منتخب محمود الاسود با زدن گل موفق گردید. دو گل آخری فوتبال بازان سوریا از اشتباه بازیگران نپال به هدف رسانیده شد. اینجا دروازه‌بان اشتباه کرد، از موقع خود بیرون آمد و طور دیدیم دروازه خالی موند. از زاویه‌های گوناگون گل زده هجوم بازیگران سوریا. فرصت نوبتی برای فوتبال بازان این منتخب. باز هم دروازه‌بانی نپال از موقع خود بیرون می آید. اینجا دروازه‌بانی نپال چیکار میکنه؟ علی ورق پرتافت به مرکز جریمه گاه. عکس الهجوم با صورت فوتبال بازان سوریا. یک بار 4 بازیگر کوشش میکنند که هجوم خویش را به راه مانند. امکانیت هست و حساب رقابت 4-2. میتوانیم بگوییم که بازیگران سوریا بر هفته رقابت امروزه نقطه نهایی را گذاشتند. بازیگر شماره 8 محمود نایف با زدن گل موفق شد و پیروزی دستش را در این رقابت تامین کرد. در داخل جریمه‌گاه منتخب نپال موقعیت‌های خالی به میان اومد. ببینید که در این حالت کسی بر مقابل نیم حمایتگر منتخب سوریا مبارزه نبرد. محمد نایف باشد بدون مشکلی بدون سراسیمگی با یک رستش در این وضعیت 3 دقیقه زمان نموده داوری مرکز نیز جنبه شد. بازیگران سوریا امکان دارند که گل پنجم خویش را به دروازه رقیب وارد نمایند. حالتی نابازی نیست، نه هست. اینجا داور کناری اشاره میکند که سروان سوریگی ها محمود الاسود در حالت افساید قرار گرفته است. ولی واقعا هم طور در نوارهای تکراری میبینیم قراری برآورده داور ازبک درست هم هست. به همین ترتیب وخوری منتخب‌های نپال و سوریا